سلام سلام با کلی مخلصان کانال سامبای توی یکترین ما هستیم در کوچه های شهر دوشنبه وزیر نباشه. ما میگذاریم با کوچه که طرف مکتبی رقمی 51 نزد سیرک دولتی شهر دوشنبه است. در اینجا آبادانی در کوچه آبادانی رفته ایستاده است. نچه که شما ببینید کوچه های شهر دوشنبه از نو و نو تعمیر کرده شده ایستاده است. از نو به نو تعمیر کرده شده ایستاده است کوچه های شهر پایتخت. البته ما به نوار گشتیم پیشکش شما میکنیم که شما بینید تاجیکستان چقدر آباد شده ایستاده است. دوشنبه پایتخت تاجیکستان به نهایت راهاش، کوچه هاش، مکتباش، تمام جاهایی که تعمیر طلبان البته تعمیر کرده ایستادن. شهر ناحیه ها البته جایی که تعمیر طلبان تعمیر کرده ایستادن. انا تکنیکایی که راه ساخته راه را تعمیر میکنن، انا اینا تکنیکایی میباشد که برای تعمیر کردن راه ها آماده کرده شده است. من فریض از کانال سامبای تیوی یکترینبورگ امروز در شهر و کوچه ها و ناحیه های شهر پایتختمان دوشنبه و وطنمان تاجیکستان هستم. نوارها را به خاطر آبادانی، به خاطر توریسم، سیر و سیاحت به نوار گرفته پیشکش شما کرده ایستادم. البته بهترین جاهایی که تاجیکستان دارد فکر میکنم در تمام روی دنیا این خیلی جاهای زیبا نیست. البته در کانال ما شما میتوانید تمام منطقه های تاجیکستان را با چشم خود بینید. وقتی که تاجیکستان میبینید مرحمت جایی که ما پیشکش میکنیم شما یک بار رفته تماشا کنید. بسیار جایهایی که در تاجیکستان هست یک بعضی از آدم هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند اون جایها را با چشم ندیدم. ما نوار را پیشکش شما میکنیم تا که شما رفته یک بار از نزدیکی بینید. کوچه که از طرف مکتب رقمی 51 شهر دوشنبه، کوچه نعمت قرابویف، مکتبی که در کوچه نعمت قرابویف است. این مکتب است، مکتب رقم 51. ساعت چند درس سر میشوه؟ ساعت چند درس سر میشوه؟ از چند ساعت؟ برای چی قبل وقت اومد؟ برای چی قبل وقت میاد؟ فهمیدم ساعت 8 سر ساعت چه هفته 20 میاد؟ معلم آمادگی باشن. مکتب ایسر نو تعمیر کردگی نه؟ مکتب ایسر نو تعمیر کن. تمام مخلصان کانال سامبای توی یکترینبورگ این است مکتبی که در کوچه ناحیه کوچه نعمت قرابویف 10A جایگیر است. در پشت در پهلوی سیرک دولتی شهر دوشنبه است. این مکتب بسیار عالما، بسیار چمپیون ها، نوجوان ها در تحصیل کرده بودند. از آن جمله این مکتبی است که خود من در این مکتب خواندم. من یکی از طلبه‌های مکتب رقم 51 شهر دوشنبه در سالهای 2004 ختم کردم و در این جا من این خیلی بیناهای بلند رو ندیده بودم. بعد از 2004 علاقه بینید که چقدر بهبودی ها در تاجیکستان
دیده می شود. یکی از آنها منو که بینوای سیر اوشیانه زیبا، به نهایت زیبا. سلامت باشین برادران عزیز. من بودم فرید از کانال سامبای یکی تیر ویدیو را به خاطر ثبت میکنم که در اینجا خیلی بارونی سرد است. سلامت باش. تاجیکستان ما یک دم باران است، یک دم آفتاب میکنه. تشکر زیاد به دقتتان. تا بازدید ویدیوی آینده ما را انتظار شوید.